خب تنش بین ایران و آمریکا که حسابی بالا گرفته. اما سوال اینجاست. این فقط یه نمایش قدرته یا واقعاً داریم اولین قدم‌ها رو برای یه نظم نوین جهانی می‌بینیم؟ امروز می‌خوایم با هم لایه‌های این ماجرای پیچیده رو کنار بزنیم و ببینیم پشت پرده واقعاً چه خبره. همه چیز از اینجا شروع میشه. یه حضور نظامی خیلی گسترده، ناوهای هواپیماور آمریکایی توی خلیج فارس. این خودش یه سوال خیلی بزرگ ایجاد میکنه، نه؟ اصلا چرا این ناوها الان اینجا هستن؟ اینها برای تعطیلات زمستانی نیومدند. یعنی چی؟ یعنی آقا این قضیه شوخی بردار نیست. این یه پیام خیلی خیلی جدی و یه جورایی تهدیدآمیزه. خب پس داریم میبینیم که قضیه فراتر از یه مانور ساده است. انگار واقعاً داریم به یه درگیری نظامی نزدیک میشیم. حالا بیایید ببینیم این تحلیل چطور این وضعیت رو تشریح میکنه. نکته کلیدی اینجاست. طبق این تحلیل، موضع آمریکا یه تغییر فاز داده. دیگه فقط حرف از تهدید به حمله نیست، بلکه وارد فاز نمایش حمله شده. یعنی چی؟ یعنی دارن عملاً نشون میدن که آماده ی حمله هستن. این دیگه از حرف گذشته و وضعیت رو فوق‌العاده جدی میکنه. و مقیاس این ماجرا رو ببینید. این فقط چند تا کشتی نیست که بگیم یه چیز عادیه. نه، ما داریم از یکی از بزرگترین تجمعات قدرت نظامی توی منطقه، اونم تو چند دهه اخیر حرف میزنیم. یعنی یه نیروی ترکیبی عظیم با جنگنده‌های F-35 و حتی پشتیبانی کشورهایی مثل بریتانیا. یه چیز واقعاً بی‌سابقه است. اما صبر کنید. داستان فقط نظامی نیست. یه لایه خیلی هوشمندانه‌تر هم وجود داره. جنگ روانی. و سلاح اصلی تو این جنگ روانی شاید باورتون نشه پیشنهادیه برای مذاکره. این تحلیل به این میگه جنگ آیینی. حالا یعنی چی؟ یعنی جنگی که فقط با توپ و تانک نیست. هدف اصلیش اینه که به باورهای طرف مقابلت حمله کنی، به حیثیتش، به اون روایتی که برای خودش ساخته، به کل هویتش. و اینجا اون تضاد جالب رو میبینیم. از یه طرف ایران آمریکا رو شیطان بزرگ میدونه. از طرف دیگه دولت ترامپ هی میگه بیایید مذاکره کنیم. به نظر میاد یه پیشنهاد صلح‌آمیزه، درسته؟ اما طبق این تحلیل اصلاً اینطور نیست. این یه تله است. یه حرکت کاملاً حساب شده برای اینکه اون روایتی که ایران سالها بر اساسش هویت خودش رو ساخته، یعنی نگفتن به آمریکا، رو بشکنه و یه جورایی تحقیرش کنه. این تحلیل این استراتژی رو به یه نقل قول قدیمی از سانسو تشبیه میکنه که میگه دشمنت رو به زانو در بیار تا بتونی به راحتی سرش رو از تن جدا کنی. وحشتناکه نه؟ هدف اینه که قبل از اینکه حتی یه گلوله شلیک بشه جنگ رو از نظر روانی و نمادین برده باشی. یه تسلیم نمادین. خب، حالا سوال اینه که چرا اصلاً این استراتژی جنگ روانی ممکنه جواب بده؟ به گفته این تحلیل، جوابش توی خود ساختار قدرت ایرانه. یه نقطه ضعفی که بهش میگن ساختار هیئتی. خب این هیئت یعنی چی؟ ببینید این تحلیل میگه ساختار قدرت ایران مثل یه سیستم منظم و ماشینی نیست که قطعاتش قابل تعریض باشن. بیشتر شبیه یه هیئت یا یه دسته است که همه چیزش به چند نفر آدم اصلی بستگی داره. یعنی شخص محوره، نه نهاد محور. خب اگه ساختار شخص محوره و به چند نفر آدم کلیدی وابسته است، سوال منطقی بعدی اینه که این ستونهای اصلی، این آدمهای کلیدی کیا هستن؟ این تحلیل 3 تا ستون اصلی رو مشخص میکنه. اول رهبر که هم قدرت قانونی داره و هم اقتدار مذهبی ایدئولوژیک. دوم یه اولیگارشی اقتصادی، یعنی یه طبقه ثروتمند جدید که از این ساختار سود مالی میبره. و سوم دستگاه دولتی و نظامی، یعنی نیروهای امنیتی و بوروکراسی که مجری تصمیمات هستند. و دقیقاً همینجا نقطه ضعف بزرگ این ساختار هیئتی معلوم میشه. ببینید بزرگترین نقطه قوتش، یعنی همین وابستگی به چند نفر آدم کلیدی، همزمان بزرگترین نقطه ضعفشه. چرا؟ چون اگه اون مهره‌های اصلی رو هدف قرار بدی، کل ساختار میتونه از هم بپاشه. حالا یه عنصر دیگه را هم باید به این پازل اضافه کنیم که اوضاع رو پیچیده‌تر میکنه. اعتراضات داخلی. این تحلیل از یه تشبیه فوتبالی خیلی جالب استفاده میکنه و میگه این اعتراضات مثل یه پاس گل طلایی برای آمریکا بود.
این پاس گل بودن خیلی نکته مهمیه. یعنی چی؟ یعنی این اعتراضات دلیل شروع نقش آمریکا نبودن، ولی یه فرصت بی‌نظیر، یه موقعیت عالی براش فراهم کردن که بتونه استراتژیش رو خیلی سریع‌تر و محکم‌تر جلو ببره. پس میشه اینجوری دید که یه جرقه داخلی تبدیل شد به یه کاتالیزور برای فشار خارجی. یعنی این نارضایتی‌ها و اعتراضات داخل کشور هم توجه‌ها رو به سمت ایران جلب کرد و هم آسیب‌پذیری‌های داخلی رو نشون داد. و این دقیقاً همون چیزی بود که آمریکا لازم داشت تا کمپین فشارش رو با قدرت بیشتری پیش ببره. اما خب برای اینکه تصویر کامل رو ببینیم، باید یه قدم بیایم عقب‌تر و به ساحه جهانی نگاه کنیم. چون طبق این تحلیل، این ماجرا فقط سر ایران نیست. این یه تیکه از یه پازل خیلی بزرگتره. بازی بر سر شکل دادن به یه نظم نوین جهانی. یعنی درگیری با ایران فقط یه بحران منطقه‌ای نیست که بگیم خب بین دوتا کشوره. نه، این تحلیل میگه این یک گام کاملا حساب شده و اساسیه برای اینکه کل صفحه شطرنج ژئوپلیتیک جهان رو از نو بچینن. هدف یه نظم نوین جهانیه. و خب توی این صفحه شطرنج جهانی هر کسی داره بازی خودشو میکنه. آمریکا نقش تهاجمی داره و میخواد نظم جدید رو بسازه. اروپا یه جورایی دنبال روه، داره سعی میکنه جان نمونه و یه نقشی برای خودش پیدا کنه. از اون طرف چین و روسیه خیلی محتاطانه تر بازی میکنن. اونا بیشتر دنبال حفظ وضع موجوده و نمیخوان مستقیم با آمریکا درگیر بشن. و همه اینها ما رو با یه سوال خیلی بزرگ و شاید کمی نگران کننده تنها میذاره. آیا ایران اولین دومینوی این بازی بزرگه؟ اولین قطعه‌ای که اگه بیفته کل نظم جهانی رو برای همیشه تغییر میده؟ این سوالی که فعلاً جوابی براش وجود نداره.